کنید بسازید. بله. و علتی که در هندوستان ببخشید گفتم گرفتم با گل بدل شوه، فیلم هایی که میتابه چند میکنه فهمیده ای کار میکنن. این تو نیست که از نادانی یک چای خودم دادم. یک موضوع دیگه که ما بیشتر دیدیم که معیار سینمای هند است برای افغانستان و به خصوص سینمای مبتذل برای بعضی از سینماگرای افغانستان. من این فیلم سینماگر گفتم میتونیم اونا رو یعنی همون جوانایی که فعلا دستن در کار فیلم هستن و اونو پیش خود میسنجن که خب یک بدماش داشته باشه این فیلم، یک دختر فیلم باشه، بچه فیلم باشه. اول همیشه جمع میکنن میبینن کدام کاراکترها رو پیدا میکنن، بعد از داستان فیلم فکر میکنن و باید صحنه جنگ باشه و در مجموع فیلم های تجارتی که میسازن معیار سینمای هند است، سینمای تجارتی هند. شما نظرتون در این مورد چی است؟ سینمای تجارتی هند از نگاه تکنیک بسیار غنی است، از نگاه محتوای فیلم ضعیف است. یعنی مشوره شما برای جوانا چی است که ما همیشه مشوره دادیم؟ بله، ما گفتیم که جوانای ما باید اول تحصیل کنن، بعد از اون دست به کار هنری بزنن. جوان هستن 6 ماه یا 2 سال یا 1 سال فرق نمیکنه، چون در ساختار یک فیلم مواد که مصرف میشه یا پولی که مصرف میشه معین است. اگر امسال بکنین یا 2 سال بعد. اما اگر شما با تجربه می کار میکنین، با فهم پروفشنال یا هنری یا فنی کار میکنین، زیباتر و خوبتر شما میتونین بر جامعهتان خدمت کنین. و یک موضوع دیگه هم است که در مجموع تنها دنیای سینما را اگر ما شما نبینیم، در دنیای موسیقی هم نوجوانای ما وقت که با امکانات که فعلا بسیار تکنیک اندازه سهولت ها را میسر ساخته، مثلا نوجوانای تونستن کیبورد یا یک وسایل موسیقی را داشته باشن و بعد از اینکه یک چند آهنگ ثبت کردن به خود هنرمند خطاب میکنن، یا یک تعداد نوجوانایی که 4 نفر یک جای شدن یک دیالوگ جور کردن به کدام سطح هست کی امروشان همکاری کرده است، کی نظر خواستن، اونا هم به خود هنرمند خطاب میکنن که جای افسوس از کنار تفاوت هنرجو هنرمند نمیفهمن. شما چی نظر دارید این مورد؟ خب ما من حیث یک کسی که 4 روز جاتر در ساحه سینما رفتیم و کار کردیم، زحمت کشیدیم، یک خوبی در سینما یا بدیه که هست که هیچ کس درست نیست و هیچ کس غلط نیست. باید یک آزادی مطلق داده شود به اینا که هر چیزی که میخواین بکنن. از اینا میشه که خواهش کرد که برادر گفتم گپ بیشتر خدا که اگر بخوانن عملی کنن بهتر زیادتر و خوبتر مصدر خدمت شده میتونن، و جای از که کورکورانه و عجولانه به یک کار بپردازن. بازم هر شخص آزاد است و سینما یک پدیده است که باید آزاد گذاشته شود که خود به خود نمو کنه و در یک جنگل درختای بسیار خوبم نمو میکنه، گلای بسیار زیبا ببینین سر میزنه و خارم میپرایه و چیزای غلط و خرابم میپرایه. این حال اگر ما یک سینما را آزاد نگذاریم، مقید بسازیم، اما آزادمنشی کشته میشه و تنوع از بین میره و ما چیزهای مختلف نمی داشته باشیم که مقایسه کنیم. مثلا سینمای هند که میگیم غنی است، از هر نوع گل یا از هر نوع میوه برخوردار است باغ. دیگه ما فقط خواهش کرده میتونیم که برادرها درس بخوانین، تحصیل کنین. اگر شوق و علاقه واقعی دارین برای هنر، واقعا میخواین که هنرمند باشین، هنرمند به مفهوم واقعیش اگر میخواین باشین، اگر نه که هنر پیشه باشین یا بخواین یک پولی در بیارین از او با جای نمیرسه که او باز اگر تقدیر و قسمت است. من خودم من حیثیت مسئولیت نهاد نشراتی و با داشتن یک مجله آموزشی برای اطفال افغانستان و مثلا ما تجربه زیاده داریم که نویسنده زیاد کتابای خود آوردن ما چاپ کردیم و آنها با تیراژ بسیار کم کتابا رو چاپ میکنن، به خصوص در بیرون از افغانستان. کتاب ها خریدار نداره و مجله‌ای که چاپ میشه اگر سلیقه‌های سیاسی برابر باشه خوب، غیر از اون نشریه‌های آموزشی که در مسائل اجتماعی بپردازه او هم دو سلیقه های وجود داره و نشریه آموزشی که اصلا وجود نداره، یا اگر ما بگیم صرف نهال به شکل ابتدایی ما میخوایم کار شروع کنیم، مگر در مجموع فرهنگ کتابخوانی وجود نداره. و در رابطه با سینمای افغانستان هم وقتی که یک فیلم خوب عرضه میشه
اصلا شناخت خوب چون از سینما وجود نداره در افغانستان. فیلم های مبتذل که تهیه میشه خب اگر خریدار داره یا نداره بیننده داره یک اندازه که میبینن. نظر شما در این مورد چی است؟ متاسفانه دوران 13 جنگ ما را بسیار ضربات مهم و بزرگی زده که جامعه ما نمیتونه به پای ایستاد شده به زودترین فرصت. دیگه مشکل ما حال است که ما بگوییم ما جادوگر هستیم و با 5 سال میتونیم جبران 30 سال بکنیم، چون دانشمندای بزرگ در ساحه بازسازی یا ساختار یک جامعه میگن که یک جامعه که 1 سال جنگ دیده حداقل 5 سال ضرورت داره که پس به حالت نرمال بیاد. این حال ما 30 سال جنگ دیدیم، به حساب 1.5 قرن در کار است که پس بسازیم افغانستان. حوصله زیاد در کار است و ما تقدیر میکنم کاری که شما میکنین قابل تمجید است و باید همه ما دست به دست هم داده و کمک خدمت کنیم برای بازسازی افغانستان و بی‌حوصله نشیم. میفهم که فرهنگ بسیار کم موجود بود و در این جریان 30 سال از بین رفت تقریبا. بسیار یک شمع بسیار ضعیف میسوزه دیگه تا که چراغ میشه و باز چراغ ها روشن میشه. بسیار وقت در کار بله. فقط میتونیم دعا کنیم و پشت کار داشته باشیم که دل سرد نشیم. خب یک سوال نسبتا متفاوت، به نظر شما ویژگی های یک هنرمند خوب چی میتونه باشه؟ به نظر من هنرمند در ساحه خوب و خراب نداره. یا یک آدم هنرمند است یا نیست. هنرپیشه سینما ویژگی هایی که برای شما بسیار مطرح است چی است؟ اینطور یک چطور بیان کنم که برای یک شارتکت یا یک چیز فیکس نیست که برای یک شخصیت هنری اول باید در فکر جامعه خود باشه. یک هنرمند اولین کاری که یک هنرمند یک وظیفه یعنی یک احساس داشته باشه در مقابل ملت و مردم خود. دومی که این استعداد خدا برش داده باشه و بتونه که بله چیزی که نمیشه که توسط کار و خواندن به تنهایی آدم بتونه که یک استعداد بله لازم و ملزوم است. دیگه پس همش ارتباط میگیره به مردم که چقدر شما را تقدیر میکنن، چقدر از کارهای شما تقدیر میکنن، خود از اون تشویق از اونا شما رو وادار میسازه به کارهای بهتر و خوبتر و خوبتر روز به روز باقی. و شما رو وقت نزدیک نمیگیرم. فقط سوال آخره، چون من مسئولیت یک مجله آموزشی رو در رابطه با زبان دارم که یعنی به خصوص نوجوانایی که در غرب هستن آنها زبان خود هم یاد بگیرن خوب بتونن، به خصوص در کدام عرصه هنر کار میکنن برایشان بسیار مفید است. نظر شما چی است؟ یعنی یک نوجوان که آواز میخوانه یا در سینما کار میکنه چقدر زبان برایش مهم است که اگر بخواه برای کشور خود فعال بسازه؟ زبان یک مسئله است که وقتی که یک آدم هنرمند میشه، یکی آدم به صورت عادی حرف میزنه برای فهم و تفهیم، اما وقتی که هنرمند میگیم یا کسی که الهام و مسیج نویسنده را برای تماشاچی میرسانن، چرا زبان به طریقی که پیشتر گفتم که بیننده را زیر تاثیر خود بیاره. قوه بیان بسیار رول عمده و اساسی داره که تاثیرات چی رقم میتونی بالا از اونا بقبولانی. اگر تاثیرات مقصدم از حالتهایی که یک انسان میگیره یا حالت را که در کورس هنری میخوانه، این چی رقم تطبیق کنین و از چی رقم ارائه کنین و چی رقم سر برای جامعه تقدیم کنین. او بسیار زبان اولین راه است که میتونه آدم که آسان ترین و اولین راه است که باید سرش حاکم باشه که بتونه برای مردم او الهام نویسنده را برسونه.